میگم برگرد دیگه برگرد. بازی نمیکنم چه واسه چی اومدی بازی کنی که واسهش برگردی؟ بابا کو حامد سلام. نمیدونم به این بازی آشناییت دارین یا نه. بازی دارت، بازی پرتاب فرست به سمت شورس. خیلی مخلصم کوچیک احمدون آباد تبریزی هم در کنار دوستان عزیزم قرار یک بازی مهیج رو انجام بدیم با حکم‌های ترسناک و خطرناک. امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت کافی رو ببرین. سابسکرایب، لایک، کامنت‌های شما به ما امید و انگیزه میده. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. نظرات خودتون حتما ریزید. پیام‌های بازرگانی با زیرنویس خارجی بود. خیلی مخلصم. سلام مجدد داریم. 3 تا رنگ اینور، 3 تا رنگ اینور، نفر یعنی 3 تا پرتاب داریم. هر کسی برای خودش تلاش میکنه، یعنی هر کسی برای امتیاز خودش تلاش میکنه و با اجازه جمع آقا مهدی امینی شروعگر این بازیه. امتیازها جمع خواهد شد و نفر آخر واویلا نه واویلا ببین واویلا که ما نمیخوره. قرمز یا سبز؟ بسم الله. هیچ بخششی هم وجود نداره. ماشاءالله آقا مهدی امینی. آقا شما بزرگه باید. ماشاءالله. بارکالله. آسمون رو میزنه. وای بیرون. نه 3 تا بود. آقای مهدی تبریزی اینم آقای مهدی امینی 6 امتیاز. بله به افتخارشون. ماشاءالله. خب آقای مسعود افغانی بفرمایید. ماشاءالله آقا مسعود. مرد نوردی، پهلوان مردی، الشیطانی، شلوار پلنگی. ماشاءالله. این 1 امتیازی بود افتاد. 20 امتیاز 26 10 امتیاز 30 افتخارشون. ماشاءالله ماشاءالله. آقای مهدی تبریزی نفر بعدی هستن. به افتخارشون قرمز رو انتخاب کنید. بفرمایید بفرمایید. امید پیروزی. ماشاءالله. اجازهتون 21 خب خوبه. خدمت شما بفرمایید. شما و اینا دستتون داشته باشید. بغلشون حامد تبریزی. من نوکر. اجازه بزرگ باخ نمیده. بفرمایید. من نوکر. با اجازه بزرگتر. بچه پایین بگو. بچه پایین باخ نمیده. برو همه با هم. آقا پایین بود آقا. نوکر. آقا پایین بود آقا. بهتر از تو که بهترینی، تو ماه زیبای روی زمینی، تو واقع باش تا که برم چه دلبرانه حتی مدیرون نقشی 125 من با تلفن داشتم صحبت. آقای مرتضی حمید. افتخار آقا مرتضی. آقا 120 آقا الکی آقا پایین بود. الکی آقا. درسشو خوندم. دفاعی هم نه کتبی. مرسی. بریم اون به اون صورته من میتونم چشم بسته بزنم. بابا دیگه آبادانی بازی در نر چشم بابا. آبادانی شهر نفاد. ماشاءالله. شهر ما شهر خدا. قربان. خیلی خوب بود ولی هی وای داری نزدیک میشی به اونی که نباید بشی. ماشاءالله ماشاءالله
امتیاز بود دیگه شادی نکن ماشاءالله سالار جان ماشاءالله آقا سالار یال میدان یال مازران هم به تبریزی پلنگ ایران بدی تبریزی سالار مردی ماشاءالله ماشاءالله سالار ماشاءالله نشون بده داد رسم نداریم تصدیقشو یکی دیگه سالا دقت کن درسته ماشاءالله دقت واه نزدیکتر میشه مویی اساسی بیرون سه تاشم بیرون نکن بچه ایمان اینجا الو موسیقی زمان هستم پرتاب تو زیاد کن ماشاءالله بپر بزن ماشاءالله اونجایی که نباید بزنه بالا همه پایین آقا بزن ما میشه زمان بزنم به خاطر اینکه بچه‌ها بازی تموم شد به خاطر اینکه ایمان خیلی نزدیک زد و به سیبل ما هم خورده یه فیلم بردار ما تشبیه کردن نزدیک به سیبل ما هم خورده ولی سالار کلا بیرونو زده بیرونه اون امتیاز حساب ما 5 امتیاز گرفتم بابا امتیاز حساب نمیشه نه. فرق اینجایی که خورده هیچ فرقی نمیکنه امتیاز رو نمیدن سالار باید به مسابقه خاطر بریم همین دیگه آره این دوتا ما باشه این هم هیچ امتیاز باشه ببر قرار باشه اجرا بشه بفرما این سه تا برای شما این سه تا هم برای خواهی شما یکی مندازه یکی بله. دو تای بغل هم وایسی نه بیا بیا آقا دو صحبت یکی نه برو آره برو ماشاءالله آقا این داره از جلو میزنه مرد مامانه مشکل منی و میام کشیه منی و بیاو بینو بیرون بله دو امتیاز ارزش نمیشه ماشاءالله یه دونه وایسا دو. به عشق خودت دو قدم میرم عقب عددن نیاد بس اینجا جای گنده بیسی آقا بسی بود بزن بیایی من میخوام قبلی جانه تو دیواره اینجا دیوار میخواد بزنه اینجا نه من انتقام کرد دیگه بابا انتقام کرد دیگه بزن دو ماشاءالله امتیاز گرفت انتقام کردش نزدیک بود تمام سالار بازنده میدانه ماشاءالله سالار بازنده سالار رو نشون بدین آقا سالار نظرت راجع این بازی و باخت تلخ چیه؟ من بارها گفته بودم یه شکست شیرین بهتر از یه پیروزی تلخه میریم برای اجرای حکم سالار عزیز. مرسی از دوستان. سالار یه دقیقه تو حیاط باش، من بیام. تو حیاط باش سری داری میاد. نه برو بیرون. تصویر ما رو دارین شما؟ من میخوام تخمه بیا شونه رو بردار. قرار نبود تخم مرغ بهش بزنی، ولی خب الان 20 رو نه 4 تا که بهش میزنم. اینا هم تخم مرغ به روز تاریخ هم داره اینو. هم 4 تا بستش. بیاین بچه‌ها بیاین. خب روز اجرای حکم فرا رسیده. کلی فراز و نشیب با سالار داشتیم. زمانش آن زمان دیاره دیگه چند دقیقه پیش سالار میگه من اجرا نمی‌کنم، ما میگیم باید اجرا کنیم و بی جمع بازی توی بازی جمع ما بی معنیه. قرار آقا 8 تا تخم مرغ خامو بخوره. خیلی ساده است. بابا تو خود صبحانه مگه املت نمیخوری 8 تا؟ دهن تو باز می‌کنی ما می‌ریزیم تو دهن قورت قرار می‌دیم. بودش یه دونه تخم خام بکنیم. نه قراری نداشت. قرار نبود. قرارمون نبود. مثلا قرار نبود. قراری هم باشه برای اون کسی نبود که میگه به عشق شما اومد بله. جلو در. بعد تو الان امتیاز نآوردی. اگه اگه نخوری باید بزنی تو کلت. باشه الان یه دونه تخم بزنی تو کله تموم میشه. نه دیگه یک کلشه. نه 8 تا. آقا اونجا اصلا 8 تا. برگه برو اون ورتر وایسا. 8 تا. یا میخوری یا میزنم تو سرت.
بیا بخور. نه برگرد نمیخوری بزن تو سرت و برگرد برو اونجا وایسی برو وایسی آقا ببخشید یکم عقب‌تر وایسی نپاشه آقا خودش خواست مقصر خودشون بیننده از مقصر خودشون آماده ای؟ آقا نپاچی رو شما خود به جلوتر ها. آماده؟ آره؟ بگو آماده ای؟ نخورد آقا این یکی بسته دیگه بسته دیگه 80 چه با 3 تا زای درد داره دیگه درد داره من چیکار کنم دیگه باید وایسی حکم اجرا کنم نه دیگه من بازی نمی‌کنم کنم چی باید بازی کنم وایس داداش وایس برگرد بابا نه چرا میریزی اینه؟ میگم برگرد دیگه برگرد مسکلی برگرد دیگه من بازی نمی‌کنم بازی نمی‌کنم چی واسه چی اومدی بازی کنی که واسهش برگردی آقا وایس آقا بزن آقا چیو بزن وایس اینو بزن نمی‌خوام بازی نمی‌کنم بازی نمی‌کنی واسه چی اومدی بازی کنی که واسهش بازی نمی‌کنم من یه بابا ولکو حامد حامد داداش غلط کردی میگی بازی می‌کنم بعد میگی بازی نمی‌کنی ولکو بابا برو سالا تو هم برو اونور داداش بگو بپیچ از اینجا بره برو بیرون آقا سگ شو بره برو بیرون بگو بره بیرون بیا به سره ایمان برو ساکشو بیار بره بیرون بابا چیکارش داری حامد؟ به تو چه؟ به من چه داداش بازیه دیگه. به تو چه میگم بابا تو برو وسایل جمع کن برو بیرون من کسخلو بگو حضرت برو بیرون میگم برو بیرون برو بیرون حالا بردم در الان میارم ساکارو برو بیرون برو بیرون سریا یه دونه بازی 2 تا کشته داد یه خود از اعصابم برو اونطوری هم صحبت نکن برو بیرون به اونم بگو سری بیاد داش بدی بگو سری بیاد بره بیرون من به خاطر شما یه حرمت نگه می‌دارم صداشو میبره بالا شما نزنیش بده بره او والا 100 بار بهش بیام این بازیه بیا برو تو بالاخا در میای ها خفه شو برو دیگه باشه بیرون بیا برو بیرون بالا آخرت باشه صدا تو میبری بالا خب برو دیگه نبینمت خوش اومدی بدو برو فقط امروز یادت باشه برو بیرون موری برو بیرون برو میگم والا یادت باشه تمله بابا تمله جلو اینم قطع کن واقعا ناراحت بودم از سری قبل که گوشیمو بچه‌ها شکونده بودن و دوست داشتم بچه‌ها جنبشون بالا باشه و عذرخواهی میکنم از سالار و مرتضی عزیز داداشای گلم به خاطر میگم واقعیتش به خاطر گوشی بود که سوخت و فدای سرتون البته ولی خب انتظار میرفت که جنبه داشته باشین بازم دارم میگم تلافی اون گوشی خیلی مونده خیلی کارو باید بکنی من از سالار و مرتضی من کجا برم؟ تو داداشیه کجا باید برم؟ اینم بگم ما پولشو گرفت من نوگه کجا رو دارم برم؟ مگه میشه ما قهر کنیم دعوا کنیم؟ کجا باید برم؟ خاک پاتم دنیا دوست خاطرت عشق من یادم نره یاد این نیفتادی من نوگرم حلال کنی من یاد این نیفتادی وقتی می‌خواستی بزنی شرمندم دیگه نکن آقا به زور برشون گردوندیم ها ناز میکردن دیگه به زور رفتیم دنبالشون خیلی مخلصم امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و ناراحت نشده باشید به خاطر اون گوشی خیلی بلاها قراره سر این اکیپ بیارم منتظر ویدیو بعدی باشید